سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 31 آگوست تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. عکس و ویدیو نگیرید، شورت اسمت اللهیف را در آرامگاه سر آسیا به خاک سپاریدند. با بیرحمی مخصوص ساکن رودکی به قفس سینه همسر سابقش دکورد زده است. از نگینه و ذکر الله تا به عبیدالله و موپیکر از اهل فرهنگ و ادب که او عنوان گرفتند نام به نام. صدمه مرگاور در پنجکند، پدر جان باخت، مادر و دختر در بیمارستان. ویدیو از جای حادثه، سوختار در تخت بازار ایسار. بازداشت دو نابالغ از واسه و دنغره در پایتخت برای غارتگری و دزدی و اکنون تفصیلات خبرها. معاون اول رئیس آریان بانک شورت اسمت اللهیف روز چهارشنبه 30 آگوست سال 2023 در آرامگاه سر آسیای شهر دوشنبه به خاک سپرده شد. مراسم نماز جنازه او تحت تدبیرهای شدید امنیتی وقت نماز پیشین در مسجد سر آسیا برگزار شد. مقامات به خبرنگاران اجازت ندادند که از این مراسم عکس و ویدیو بگیرند. آنهایی را که عکس و ویدیو گرفته بودند مجبور کردند که آن عکس و ویدیوها را از تلفن‌های خود پاک کنند. سبب چنین رفتار مقامات روشن نیست. خود آنها سبب منع عکس و ویدیوگیری از مراسم ویدو و دفن شورت اسمت اللهیف شرح ندادند. حسن اسمت اللهیف مدیر مرکز رودکی پلازا و برادر شورت اسمت اللهیف روز 31 آگوست بعد دفن برادرش در صفحه‌اش در فیسبوک به مردم و مقامات برای حمایت و پشتیبانیشان در این روزهای مصیبت اظهار سپاس کرد. میخوام از نام خودم و عائله‌مان به کل دوستان، رفیقان، شناسان و تمام نفرانی که در مدت 67 روز در بر ما بودند، با ما غم شریک بودند، اظهار سپاس کنم. خداوند از همه شما روزی باشد. تشکر زیاد به همه آنهایی که نسبت عائله ما دعای کردند. درخ برادر شهید ما اکای شورت جان دعای خود را دریغ نمی داشتند. خداوند مصیبت و امتحانی که به سر عائله ما آورد به یگان عائله تاجیکستانی عزیزمان نشان ندهد. به استثنای عائله قاتلان، تشکیل کنندگان، روپوش کنندگان و این گونه رستم بشیره و دلشاد بشیره ها را تا به حال دستگیری میکردگیان خداوند خور و ذلیل تان گرداند. نوشته است برادر غمزده شورت اسمت اللهیف. شورت اسمت اللهیف که 49 سال داشت در گذشته رهبر نمایندگی شرکت پولفرستی وسترن یونیون در تاجیکستان بود و چند سال آخر معاون اول رئیس آریان بانک و عملا دست راست رئیس این بانک حسن اسدالله زاده بود. او را آدمربایان شام 23 میلیون از نزد خانه‌اش در کوچه زکریا روزی نویه اسماعیل سامونی 4 نفر به ماشین رنگ سیاه خونده صنعت بار کرده به یک منزل از پیش به اجاره گرفتهشان به دهه شاداب جماعت چارباغ نویه ورزا بردند. بعد 7 ساعت شکنجه ساعت 3 شب 24 میلیون اسمت اللهیف جان داده است. آدمربایان جسد او را همراه ماشین به دریا پرتافته به هر طرف فرار کردند. جسد از سوی آدمربایان به دریای زرافشان پرتافته شورت اسمت اللهیف را بعد 50 روز جستجوها روز 12 آگوست از ساحل زرافشان در حدود جماعت سرزم پنجکند در نزدیکی مرز با ازبکستان پیدا کردند. بنا به فرضیه تفتیشات رهبر گروه آدمربایان دلشاد سید مرادوف ملقب دلشاد ازبه کارمند سابق مقامات مختلف حفظ حقوق تاجیکستان باروده داشت بعد کشتن و به دریا پرتافتن جسد اسمت اللهیف به روسیه پناه برده است. منابع بامداد میگویند که دلشاد کراسافچک قبل از ربودن اسمت اللهیف هم در صف زرخریدان چویکا واگنر در اوکراین می جنگید و بعد فرارش از تاجیکستان نیز در یکی از پایگاه‌های زرخریدان در قلمروهای اشغال شده اوکراین پنهان شده است. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده از 28 آگوست به سفر کاری در مسکو قرار دارد. قرار است او با همتای روسش ولادیمیر کلاکولتسف از جمله مسئله بازداشت و استرداد دلشاد سید مرادوف در میان گذارد. باور می رود که بعد هلاکت فرمانده چویکا واگنر بر اثر سقوط هواپیمایشان امکان دستگیر کردن و به دوشنبه آوردن دلشاد ازبه بیشتر شده است.
تقریبا ساعت 4 صبح بر وقت 31 آگوست سال 2023 در تخت بازار ایسور، یکی از بزرگترین بازارهای مساله ساختمانی تاجیکستان، سوختار به عمل آمده است که چندین ساعت باز ادامه دارد. در خدمات سوختار نشانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان خبر دادند که سوختار در تخت بازار ایسور صبح بر وقت ساعت 4 سر زد. طبق اطلاع پیشکی، میدان سوختار 400 متر مربع را تشکیل می‌دهد و تا کنون خاموش کردن آن ادامه دارد. کارمندان خدمات آتش نشانی تا حال در جای حادثه قرار داشته با سوختار مبارزه میبرند. تاکید کردند در ریاست برای رفع سوختار دسته‌های آتش نشانی از شهرهای دوشنبه، ایسور و وحدت جلب شدند. طبق معلومات پیشکی کسی آسیب ندیده است. در حال حاضر سبب‌های سوختار و همچنین خسارات رسیده تحقیق می شود. در ویدیوهای در اینترنت نشر شده دیده می شود که از تخت بازار علنگه دود آتش به آسمان بلند شده ایستاده است و چندین دکان در کام آتش قرار دارند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، در نیمه اول سال 2023 در جمهوری 581 حادثه سوختار ثبت شده است که این نظر به 476 سوختار نیمه اول سال قبلی 106 سوختار بیشتر است. امسال در نتیجه حادثه‌های ناخوش سوختار در تاجیکستان 18 نفر از جمله 9 نابالغ جان باخته به مالکیت دولتی و شخصی شهروندان به مبلغ 9,376,000 سامانی ضرر مادی رسیده است. سال گذشته تعداد حادثه‌های سوختار کمتر بود ولی ضرر رسانده شده خیلی بیشتر، 14,484,000 سامانی برآورد شده بود. روز 3 آگوست سال 2023 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در قصر ملت به افتخار جشن 32 سالگی استقلال جمهوری به کارمندان کسب و کار گوناگون که در فعالیت کاری نتیجه های نظررس داشتند مکافات و عنوان و جایزه های دولتی سپارید. خدمات مطبوعات پرزیدنت با نشر 235 عکس از این مراسم خبر داد که برای سهم ارزنده در رشد علم و فرهنگ مملکت، حفظ سلامتی اهالی، فعالیت ثمرناک در خدمت دولتی و دستاوردهای بلند استحصالی و تامین ترتیبات جمعیتی، 1 نفر به عنوان فخری نویسنده خلقی تاجیکستان، 1 نفر به عنوان فخری شاعر خلقی تاجیکستان، 2 نفر به عنوان فخری هنرپیشه خلقی تاجیکستان، 1 نفر به عنوان فخری حافظ خلقی تاجیکستان، 1 نفر به عنوان فخری ارباب علم و تکنیک تاجیکستان، 19 نفر به عنوان فخری هنرپیشه شایسته تاجیکستان، 20 نفر به عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان، 2 نفر با اردن هوسپیتامین درجه های 1 و 2، 7 نفر با اردن شرف درجه 2، 25 نفر با مدال جسارت، 105 نفر با مدال خدمت شایسته، 7 نفر با مدال شفقت و 11 نفر با افتخارنامه جمهوری تاجیکستان سرفراز شدند. بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، از میان اهل و فرهنگ امسال بیشتر هنرمندان قدردانی شدند که اخیراً در روزهای فرهنگ تاجیکستان در قزاقستان از 23 تا 26 آگوست دایر شد خوب هنرنمایی کردند. هنرمندان میگویند چون این قدرشناسی را بار آخر سال 2000 بعد هنرنماییشان در گوشه تاجیکستان در نمایشگاه اکسپو در آلمان مشاهده کرده بودند که آن وقت هم بعد بازگشت گروه بزرگ از هنرمندان سرفراز جایزه و عنوانهای دولتی شدند. متاسفانه اسم این 201 برنده جایزه و عنوانهای دولتی را نشر نکردند. سوال به میان میآید که اگر هدف از دادن عنوان جایزه های دولتی قدردانی این شخصان خدمت کرده باشد، پس مگر خوب نیست که نام و کارنمایی آنها را هم نشر بکنند تا مردم قهرمانهایش را بشناسند. به پایگاه خبری بامداد میسر شد که با استفاده از معلومات نشر شده در صفحه‌های اجتماعی اسم شماری از برندگان امساله عنوانهای دولتی در بخش فرهنگی را گرد بیارد. عبدالغفار عبدالجبار سزاوار عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان، لالجوبه میرزا حسن سزاوار عنوان شاعر خلقی تاجیکستان، مرغزار صفیه سزاوار عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان، بهرام قادری سزاوار عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان، عبیدالله کرامتوف سزاوار عنوان حافظ خلقی تاجیکستان، ذکرالله حکیموف سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان، نگینه امونخلو سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان، فخرالدین ملک سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان، موپیکر یورو سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان، فراغت سعید و سزاوار عنوان
هنرمند شایسته تاجیکستان احمد سعیدیکوف سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان، حسنشاه سعیدیکوف سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان، اولوچه مالیبشویف سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان، اخنظر علواتوف سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان، جابرشاه خوبونشویف سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان، خورشید ابراهیم زاده سزاوار عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان، میرزا احمدوف سزاوار عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان، تخمینا نیازوف سزاوار عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان. از آنهایی که اسمشان را تا لحظه نشر این گزارش پیدا نکردیم عذر می‌خواهیم. در صورت دریافت معلومات نو روی خط را بازم تکمیل خواهیم کرد. علی اداره پایگاه خبری بامداد همه هنرمندان، عالمان، طبیبان و نمایندگان کسب و ساحه‌های دیگر را که سزاوار عنوان‌های بلند شدند تبریک گفته برایشان کامیابی‌ها و فتح قله‌های نو به نو را آرزو می‌کند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک حالت سوءقصد به کشتار همسر سابق از جانب شوهر سابق خبر داد. بنا به اطلاع رسمی در نتیجه برگزاری چهاربینی‌های فوری و جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 36 ساله ساکن نویه رودکی با گمان سوءقصد آدمکشی دستگیر کرده شد. خود این مرد برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه میلیسیا او شام 29 آگوست سال 2023 تقریبا ساعت 19:00 دقیقه در حدود نویه شامنصور شهر دوشنبه با سابق همسرش زن 36 ساله ساکن نویه مذکور واخورده از احتیاط افباشی با مقصد قصداً از حیات محروم نمودن همسر سابقش از داخل ماشین یک کارد را در جیبش گذاشته به نزد سابق همسرش آمده است و با بیرحمی مخصوص به عضوهای حیاتاً مهم قفس سینه‌اش زیاده از 10 مرتبه ضربه زده است و از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. تفصیلات دیگر حادثه و سبب چنین رفتار تند شوهر سابق نسبت به همسر سابقش گفته نشده است. وزارت کارهای داخلی تنها گفت تفتیش این حادثه ادامه دارد. به ساکن رودکی بر اساس ماده 112 کودکس جنایتی تاجیکستان برای قصداً و با بیرحمی مخصوص رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی همچون جزا از 8 تا 12 سال زندان تهدید میکند. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار و قصد کشتار خویشاوندان نزدیک به خصوص کشته شدن همسران از دست شوهرانشان خبرهای زیاد به دست میرسد. کشتار همسران در اکثر موردها در زمینه رشک صورت میگیرد. جامعه شناسان افزایش چنین جنایت‌های سنگین خانوادگی را به افت ارزش‌های اخلاقی در جامعه ربط می‌دهند. روحانیان از ارزش‌های مذهبی دور شدن مردم را سبب چنین تمایل در جامعه نامیبرند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 29 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 22 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل وکتر علیبایف عبدالله سال تولدش 1959 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در روی ماشینگرد پنجکند عینی در حدود دهه نور زنده از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده است و به کنار راست رو برآمده به افت تمغه اوپل استرا تحت اداره راننده عبدالخیرف سمی سال تولدش 1963 ساکن همین شهر برخورده است. در نتیجه راننده افت تمغه اوپل استرا عبدالخیرف جراحت‌های وزنین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر این ماشین جلیل و رفاعت سال تولدش 1970 و عبدالخیرزاده موزونه سال تولدش 1992 ساکن شهر پنجکند جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی با عریضه زن 43 ساله ساکن نویه مومن آباد مراجعت نموده است که 30 آگوست سال 2023 تقریبا ساعت 13:30 دقیقه هنگام در کوچه سعیدی شیروزی پایتخت قرار داشتنش شخصان نامعلوم به طریق آشکارا از دستش همیانش را که در داخل آن 7000 سامانی بود تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا
نوبالغ عبدالسوله ساکن نویه ووسه با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. اوید به این حادثه تفتیش شد. ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر بختر با عریضه مرد 35 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 3 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 11:00 دقیقه شخص نامعلوم به طریق پنهانی به نقطه فروش سوزشواری واقع در کوچه قزاقان پایتخت در آمده از خزینه‌اش 5000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نوبالغ عبدالسوله ساکن نویه دنغره همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه ها تفتیش شد. ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.